600 گرم شامبال ما در اومد 500,000 تومان با 450,000 تومان. 10 تا دونه برگر ویژه کار هر کسی نیست. من برات میزنم نگم برات. 800 گرم گوشت رون بوقلمون در ما 185,000 تومان. 100 گرم هم گوشت سردست گوساله در ما 85,000 تومان. گوشتا ترکیب با هم دیگه خوشگل چرخ میشه، اونم دو مرحله. این شد 900 گرم گوشت چرخ کردم. یه لگن ورده بیا. اگه خواستی خوشمزه بشه گوشتو بریز تو لگن. 100 گرم توفال پیاز بهش بزن که در میاد 10,000 تومان. کپشن دقیق بخون، ترکیب ادویه‌اشو نوشتم اونجا. یه قاشق سس خردل بهش بزن. یه قاشق هم باربیکیو سس. تا وقتشه ترکیبشون با هم. ببین یادت نره گوشت برگر زیاد چنگش نمیزنن. اگه زیاد چنگش بزنی برگرت صفر میشه. 10 تا شونه 100 گرمیش کن. یه تیکه مشام فریزر بذار رو قالب برگره. شونه برگر که انداختی روش یه مشام فریزر دیگه بیا روش. یه فشار خوشگل. این هم شد خروجی کار. شد 10 تا برگر جذاب که میتونی بسته‌بندیش کنی تو فریزر نگهداری کنی، هر موقع دوست داری پختشو بزنی حالشو ببری. تازه رسیدیم به مرحله جذابش. صفحه شدنی رو بذار رو، بذار داغ بشه. یه خود چربش کن. ویلا این 5 تا دونه نون برگر دارم 75,000. 5 تا دونه پنیر ورقی باز گرفتم دارم 30,000. 2 تا گوجه، 2 تا خیارشو دارم 20,000. 10 کلم سفید، 10 کلم قرمز. 10 سس مایونز بذار. فلفل سیاه برید. یه خودم نمک. اینم از پنیرش. سالاد کلم رو گوجه بذار. خیارشو هم بذار. بذار رو هم دیگه این برگرها رو. وای. قاشق دیگه سالاد کلم بریز روش. چون من حجم کارو نگاه. 10 تا چونه برگری که آماده کردیم دقیقاً در اومد 280,000 تومان. تبدیلش کردم به 5 تا برگر ویژه، اونم با این حجم دقیقاً در اومد 450,000. این یعنی 90,000 تومان. من اگه بخوام این 5 تا برگر ویژه رو واسهتون سرو کنم دقیقاً در میاد 2,500,000 تومان. خودت خونه درست کن حالش رو ببر.